خونه براش گفتم ایلیا دیگه میخوام ویدیو بذارم هر حقایقی هست راجع به این آدم به مردم بگم که همه بدونن داستان چه قراره. لیلسی پیش ما بود براش هم گفتم میخوام توی اینستاگرامم لایو بذارم راجع به همه موضوع صحبت کنم که تو هم در جریانی. از اونجا که لیلسی آدم پوتکه صحبتای منو شنید رفت گذاشت کف دست پوتک مستقیم به 2 روز نکشیده اینستاگرام منو 4 تا از این هکرهای روسی آمار دادن از توی اوکراین اینستاگرام منو هک کردن که چیشه که من لایو نذارم راجع به آقا افشاگری نکنم. خیلی اوضاع خیته. من برای متاسفم. افشاگری بعدی پوستکن خونه ما به مدت 4 ماه گم شده بود. پوریا بوتک پوستکن رو بردار بیار. پوستکن خونه پوستکن چه میبر باش پوست میکنی پوستکن خونه ما گم شد. ای ما بگم این کابینت اون کابینت 4 ماه 3 ماه دارم الکی پخت درست میکنم بدون پوستکن. این دستای منه نگاه خونی مالی برداشتم بعد از 4 ماه دنبال پوستکن. پوری از این خونه رفتی تو برداشتی نه من نیست به خدا قسم خودش هی برداشت اینجوری به من میگه بعد از 3 ماه 4 ماه پاشم رفتم خونه اینا ممکن آشپزخونهش همون پوستکن. این آدم بی پوستکن رحم نمیکنه. این به حال چیزای دیگه ببین کیو داری دنبال میکنی دو بعد شورت میزنه این آدم